باور که هم تو بگی دویدم پیش همسایه یک بار بی کارتای من چند پول گذشتگی 40,000 گفت ای خرسندی نه دیگه اوقات خوردم نه دیگه نمیدونم چیکار کنم. یکان سخنش همیه که امید جان وطن دوست بدار، ملت دوست بدار. خداوند باوری داشتی؟ باوری نداشتم. باوری نداشتم. دستگیر و فقیران و یتیمان ملت است، او درز راه کبر و منیها و زیلت است. باور کنی امشب در خونه مرد درمدگی. وطن که دوست داشت او ملت دوست میداره، او غمخوار میشود، او دلسوز میشود و جانش رو برای این ملت میتیه. شما باور میکنین برادران، حالا نوار ما در اینترنت نگذاشته ایم. حالا از این نوار این برادر ما رحیم غرمی، برادر ما عبدالرحیم کلابی، برادرمون حاجی محمود اینها خبردار نبودند. وقتی اینا برادرای عزیز خواهرک ما به بیمارخانه برداشتیم. در حق تمام صاحبکارانی که غمخوار ملت وطن و انا این خواهرکای ما هستند دعا بکنید. برادرای عزیز این آوردیم در بیمارخانه گوربانسه شهر خوجان. برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به سرپرستان برنامه. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گیمری در شهر مسکو. تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس. شما میتوانید خود حاضر فرمایش دین تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمون به شهر دوشنبه. سلام بینندگان عزیز. آرزو داریم که در خاندان هر یک شما خوشی و خرسندی و خوشبختی همیشه پاینده باشد و این وطن عزیزمان را خداوند از جمیع بلا و آفت‌های زمینی و آسمانی در حفظ امان خودش نگاه دارد. چگونه که شما نوار را دیدید گذشت، حالا که ما نوار را نگذاشته، عبدالرحیم کلابی به ما تماس برآمد، گفت در کجایی؟ گفتم در فلان جا. در یک خواهرک به نوار گرفته ایستاده ایم که در یک وضعیت وزنین قرار دارد، باید برده در بیمارخانه خوابانیم. گفت چقدر مبلغ در کار است؟ گفتم 40,000 سومان. همان لحظه به کارت مادر 40,000 سومان پرداخت. امروزها از تمام شهر و ناحیه‌های دوردست کشور برای ما تماس میبرند. بسیار زنها و مادرها و برادرایی که در وضعیت دشوار قرار دارند میگن اومدم یه نوار گیرین در شبکه‌های اجتماعی گذارین. صد افسوس که من بسیار شما رو رد میکنم به یک سبب. با آن سببی که وضع اقتصادی من خوب نیست. طول 3 روز 4 روزه که در خوجند نقشه گرفتم که میستم و این خواهرک به نوار بگیرم. همه این خرج را همه اپا به عهده خود گرفته که ما حتی همه خرج میکنم شما فرزند مرا بیاین به نوار گیرین و یکم جون کمک شود. باور میکنین همین خرج برادرمون عبدالرحیم کلابی به ما گذراندند، ما با کارتای اپا خواهیم گذراند. خب شما چی میگین اپا جان؟ ما باور که خرسندی من نمیدونم چی بگم دادر. هم تو کامیرا کردیم برفتیم بعد 1 ساعت شما زنگ زدین که در کارتت پول گذشت. هم تو ای خرسندی حیران شدم که چقدر پول گذشت؟ 40,000 سومان گذشت. 40,000 سومان گذشت. این 36,000 سومان یک مرتبه، این 4,000 سومان دیگر یک مرتبه دیگر و کارتای اپا گذشت. همین 5,000 سومان دیگر برای خرج مادر از جانب عبدالرحیم کلابی. هیچی باوریم نبود که همیشه برای کودک من یاردم شود. او عبدالرحیم کلابی را پروردگاری کریم دولتش زیاد کنه. خدایا خداوند کریم دستی کم نبینه، قیامتش آباد کنه. دولتش با ای زیادت کنه که همین دخترکای من یاردم کرده. آخی نمیدونم ای خرسندی دیگه چی بگم دادر. باور که هم تو بگی دویدم پیش همسایه یک بار بی کارتای من چند پول گذشتگی 40,000 گفت ای خرسندی نه دیگه اوقات خوردم نه دیگه نمیدونم چیکار کنم. ای چی خرسندی من به خدا. ای خداوند دولتش زیاد کنه پروردگاری که برادرمون عبدالرحیم کلابی همیشه دعا کنین که این شخص بزرگ، این شخص وطن دوست، این شخص ملت دوست. ما باور میکنین هر باره که با این اکد در تماس میشیم و صحبت میکنیم یکان سخنش همیه که امید جان وطن دوست بدار، ملت دوست بدار. تلاش نما چیزی که از دستت میآید برای این ملت کن، چون که ما را خدا آفریده است برای کمک همدیگر. هر یک سخنی که گپ میزند باور میکنین در سخنانش مهر وطن نهفته است. یک مرد وطن دوست است. من برای این یک شعر آماده کردم، میخوام یک چند مثالش زمزمه کنم در همین جا. عبدالرحیم کلابی
مرد خدا و افتخار ملت است. دارای خلق نیک و صاحب دنیای عزت است. یا رب ورا جهان رزق عنایت نموده ای، از درگه رضای در به سویش کشاده ای. دستگیر و فقیران و یتیمان ملت است، او درز راه کبر و منیها و ذلت است. باور بکنین این سخنهایی که در شعر آوردم او از این ده هم بالاتر است. من شخصی که وطن دوست می دارد او بسیار غمخوار می شود، او غمخوار ملت می شود. این گونه مردان سخی و وطن دوست دعا میکنیم که در جامعه ما در وطن ما زیاد شود. الهی آمین. همیشه دستگیری میکنم. من 2 ماشین من میگودم همیشه باور کنید 2 ماشین من همه آدمای صاحب کارم میکوم. چه کنم بیام چه کنم من همه کودکای من هیچ چشمش نبینم من هیچ سرش خی. من 10 سال شده می خوجنده کوارتیر به کوارتیر میگردم. ما باور که ایهو رو همیشه میکفتم. خیلی که خداوندی بزرگ. باوری داشتی؟ باوری نداشتم که من بیام. خیلی پروردگاری بزرگ به همین روزا مونده به دست. بله. روز ساعت تاکی من می خونه مردم ما شدم. چه برای ما پرتفته است. یک آدمی دلسوز بوده است که 40,000 پرتفته صاحب کار و خداوند دولتش زیاد کنه و باور کنی امشب در خونه مور درمدگی همین شب این بریمون همش گو ما گفتم میگو دکا کسل ایهو را نگذارم گفتم کیله است که مور همه چی میدرمده است اینجا خونه بریمون ای خدا گفتم دولتی همین عبدالرحیم کلابی را زیاد کنم پروردگار گفتم در موهش خور نزنه قیامت چه آورد که پیشگاهش روشن که همه وقت کمی بسیار تبتیه که همه یتیما را دستگیری کنه. سلامت باشه. الهی آمین. همه خداوندی بزرگ همه خیمه را حرمت کرده همه حالتی سخم با بسیارترش بتیه. من 2 ماه شده همه حالتی وضع بینه میگودک من این سر بی من این سر باید کنن اپلاسم نیست میره برنیسته به پول باشه نگاه نمیکنه. تلاش کردیم آمدیم به شهر خوجان برای همین خواهرک. با مادر گفتم فقط شما امید کنید و از رحمت خدا هیچ وقت ناامید نشوید، چون که یک لحظه در میتواند که دنیای دیگرگون شود. خداوند برکت بده این شهر مردای ملت شخصانی که باور کنین سخن میکنند و از وطن و ملت باشد من اونها را خیلی احترام میکنم و دوست میدارم، چون که وقتی که انسان گفتم که وطن که دوست داشت او ملت دوست می‌داره، او غمخوار میشه و او دلسوز میشه و جانش رو برای این ملت میتیه. در همین زمان یک شخص محتاج یک بیمار ما طبابت کردیم، ما ملت طبابت داریم، ما خدمت به وطن کردیم، ما خدمت به ملت کردیم. باور کنین دوستان عزیز، هر یک شخصی که 1 درهم در یک جا خیر میکند، در یک معیوب، در یک شخص بیمار، در یک کم بضاعت، نه تنها یک کس کمک کرده بلکه یک ملت نجات دادن است. اگر همه ما همین گونه دستگیری ها کنیم و این صاحبکاری ما هر یک بنابرت همین خیلی کم بضاعت ها و معیوب ها را دستگیری کنند، این ملت همیشه سالم میماند، این ملت دیگر محتاج نمیماند. ما خودمان با دستان خودمان باید وطن و ملت خودمان را بالا برداریم. خب حاضر ما با مادر به بیمارخانه می رویم و شرایط نوارگیری باشه در بیمارخانه ما به نوار میگیریم و بهر شما با نشان میتیم برای خوب کردن این خواهرک. خب در آخر گفتنی هستم که اگر که بخواهین کمک کردن رقمای مادر و کارتاشون سعی می‌کنم گذارونین. امید دارم که با دستگیری میکنیم و مادر یک بچه هم که باشد از خوجند است، از وحدت است، از دوشم از کدام ناحیه کشور که باشد یک برای همین خواهرک و مادر سرجمانه شده گرفته میتیم. شما باور میکنین برادران، حالا نوار ما در اینترنت نگذاشته ایم. حالا از این نوار این برادر ما رحیم غرمی، برادر ما عبدالرحیم کلابی، برادرمان حاجی محمود اینها خبردار نبودند. وقتی که ما با مادر صحبت کردم، مادر وقتی که در همینجا صحبت کرد همینها را نام گرفت. من گفتم خیر بگذار که خیر نام گرفتی، ان شاء الله که امید دارم دستگیری میکنن. بار دیگر الله در کسب کارتون برکت عطا کند، سربلندتون گرداند که چنین مرد وطن دوست و ملت دوست هستی. خداوند همیشه این دنیا و آخرت آباد گرداند. سربلند باشین. همه اون شخصایی که در اینجا خیر کردین و کمک میکنین مادر
من همی گفتنی همی باور کن همی عبدالرحیم کلابی را همی خرسان شدم که چه برای ما پرتفته است و یکا آدمی دلسوز بوده است که 40,000 پرتفته صاحب کار و خداوند دولتش زیاد کنه و هم باوریم نبوده بتون باوریم نبود. ما دم ماشین میکنم غمگین نشوید ان شاء الله این خوارک رو از برده در بیمارخانه خوب میکنیم و با دستگیریشون خوارک هم 6 تا بابت میکنیم صاحب منزل هم میشوین. فقط در حق تمام صاحبکاران وطن دوست و ملت دوست انا همین کشور همیشه به دعا باشین. از تمام شما یک چیز را خواهش میکنم، وقتی شما خیر کردن نمیتوانید در حق خیر کننده ها دعا بکنید. در حق تمام صاحبکارانی که غمخوار و ملت وطن و انا این خواهرکای ما هستند دعا بکنید. اینا برادرای عزیز خواهرک ما به بیمارخانه بردیم. از بیمارخانه در هستیم. خدا خواهد با نوار گرفته برتان نشان میتیم. اینا ما با نزد بیمارخانه آمدیم. این بیمارخانه با نام گوربانیسا دور بیمارخانه مشهوره. از همینجا آمدیم. حجره 104. در بیمارخانه وارد خوارک خواباندیم. میتونیم بیاین یک بار از نزدیک با خبر گیریم از حالی این برای کودک. سلامت سلام باشه. دو عمری دراز بودیا اکی عبدالرحیم کلابی را دختری من یاردم کرد من آوردیم در گربانیسه خوجان خوش کردیم. دکتر محمدی فرخود خون و گرده گرفت کلیسش همشه هزار رحمتهای کلان شما را هم در جان همی قایره دراز اومده خاطر دیدین همی دختری من یاردم کردین. رحمت کنه پدر و مادر تا زنده باشن یا وای باشن من نمیدونم. خداوند عمری دراز بتیا تنی صحت بتیا خاطر دیدی و خیستی اومدی برای همی گودککوی من هزار رحمتهای کلان داده. خداوند کریم و برادرم خدا عمرش دراز کنه و تنی صحت و دلی بیغمش بتیا همی دستگیری که هزار رحمتهای کلان. همی دختره که مخواه کوی یه بار یه هفته چینش میکنیم گفته ایسن بعد یه هفته بعد جراحیش میکنیم گفتن. برادرای عزیز این آوردیم در بیمارخانه گوربانیسه شهر خوجان خواباندیم شه. دخترم خواهی همشه با گردن گرفتن حالی نصیب باشد دنکت اما آبی سرش میگیرند و بعدا جراحی نصیب باشد. با بعد جراحی حتما تلاش میکنیم که یک نوار دیگر گرفته و سمی همه شما برسونیم. شهر خوجان گوربانیسه را که مشهور است میتونین بیاین از نزدیک خبردار شوین از حال احوال این مادر. این همین بانیسه بیمارخانه گوربانیسه شهر خوجان.